علیکم، چطورین؟ ممکنه با خودتون بگید این دختره خلمول شده اومده با لباس مهمونی میخواد غذاهای مجانی رو بگه، اما من امشب شب یلداست و دیدم تایم اضافه دارم نیم ساعت و گفتم این ویدیو رو ضبط کنم چون دیگه وقت ندارم، بنابراین دیگه با همین قیافه شیطان پیتان منو ببینین. امروز قراره چیکار کنیم؟ قراره راجبه رست دو کور یا همون جاهای در واقع خیریه‌ای که به بچه‌های دانشجو غذای کاملا مجانی میده حرف بزنیم و بعدم ببینیم که من چیا گرفتم از اونجا. پس با ما همراه باشین. راستی اینو یادم رفت بگم، اسم من ساریناه، اینم آدرس اینستاگراممه. اوکی، از اونجایی که هیچ جای ویدیو به هیچ جاش نمیخوره من تصمیم گرفتم با این لباس زمین بشینم. ولی حالا غرض از مزاحمت اینه که من بیام اینا رو به شما نشون بدم. ویدیو کوتاه، مختصر، مفید مثل همیشه است. اول از همه شروع میکنم با مواد سبزی و میوه و اینا. موز دادم 4 عدد، خیلی به نظرم این سری دست و دلباز شده بودم، اون سری یه موز دادم. یه دونه پرتقال، یه دونه سیب، ببخشید 2 تا سیب و 3 تا هویج گنده، پیاز و 6 تا دونه سیب زمینی. خب آقا حالا میخوام وسطاش یه چیزایی هم بهتون بگم. اول اینکه از من میپرسن میارزه بریم نمیارزه چقدر میشه، آخرش شما خودتون سعی کنین قیمتش رو تخمین بزنین. اینو در نظر داشته باشین که مثلا خریدایی که من کردم و توی شورتای کوچیک کوچیکم گذاشتم مثلا چقدر شده بوده، میتونین با اونا مقایسه کنین ببینین میارزه یا نه. من بخوام نظر خودم رو بگم، یعنی نظر شخصیمو، همیشه نه. یعنی من آدمی نیستم که هر هفته بتونم برم اونجا به چند دلیل. یکی اینکه فقط روزای پنجشنبه ها هست که خب من اکثرا اون روزا دانشگاهم و ساعت 3 باز میشه، اونش که هیچی که من تا 5 دانشگاهم. از طرف دیگه شما باید برید تو صف وایسی 2 ساعت قبل که نیفتی ته صف که مثلا دیگه خورده نون و اینا بهت برسه. واسه همین از اون طرف هم باید خیلی زود بری، یعنی نه تنها 3 باز میشه بلکه تو مثلا باید 1 بری اونجا تو صف وایسی. زمستون سرده، تابستون گرمه و در نهایت کل این خریدا باور بفرمایید که 20-25 یورو هم نمیشه. حالا شاید یه کمی بیشتر، ولی واقعا اگر توی حالتی هستین که فکر میکنین ممکنه زندگی دانشجویی براتون اینجا سخت باشه، این واقعا یه پوینت مثبته. من اینو نمیتونم نادیده بگیرم چون واقعا با این موادی که من دارم قشنگ میتونم یه هفته زندگی کنم به خوبی و همه چی دارم و میتونم هفته بعد دوباره برم یه سری مواد غذایی جدید بگم. خوبی این خیریه اینه که شما هر هفته میتونین این کارو کنین. خیلی جالب نیست؟ خیلی جالب. خلاصه ادامه میدیم. یه تبوله گرفتم که توش مرغ داره، یه دونه سالاد کینوا گرفتم که توش بادوم و مادوم و اینا داره. این خیلی مهمه آقا. اینا رو که میگیرین میگم وای میرین اونجا تاریخ مصرف گذاشته فلان، یه سریه که مهاجرت میکنن فکر میکنن هیچکی نمیفهمه. خلاصه آقا تاریخ های اینا تاریخ طولانی نیست. دروغ چرا؟ مثلا امروز 21مه، این تا 23 داره. خب ولی میارزه دیگه، چرا نیارزه؟ وقتی آدم هفته یه بار میتونه بگیره، حالا 2 روزم این ور اون ور. حتی این یکی که فکر کنم بیشتر هم داره. آره این یکی تا 26 داره. این یکی تا 26 تاریخ داره. یعنی تاریخ مصرف گذشته نیست ولی تاریخش زود ممکنه تموم بشه. پنیر داریم. از این پنیرها 5 تا بود، نه یکشو خوردم، انقدر خیلی هم خوشمزه بود. آقا جدا میخوام برم ازشون بپرسم اینا رو کجا خریدین؟ انقدر خوشمزه است. تاریخ پنیرام تا 11/1، یعنی تقریبا تا 20 روز دیگه است. دیگه ماست داریم. از چیزایی که ممکنه تاریخش زود بگذره، تاریخ ماستم تا 29/12، یعنی من 8 روز وقت دارم این 4 تا رو بخورم که به نظرم خیلی خوبه. دیگه نداریم چیزی که تاریخش بگذره. بنابراین چیزایی که ممکن تاریخشون بگذره کلا این غذا آماده است که بهتون میدن.
و پنیر و ماسته. یعنی خیلی چیزی ممکن نیست بهتون بدن که تاریخش بگذره. باحال ترینش برای من پاستا و این غذا آماده های کنسروی، رویولی، سبزیجات. و باحالیش میدونین برای من چیه؟ اینه که اینجا در واقع ریت غذا رو میزنه و همونطور که میبینین ایه. یعنی این غذا با اینکه سبزیجاته و پخته شده است ولی ارزش غذایش خیلی بالاست و این باعث میشه که خب من که دوست دارم سالم و اینا هم بخورم دوست داشته باشم اینا رو بگیرم دیگه. اینو راستش مهمون دارم، حالا ولاگ اونم حتما میذارم و یه سری دیگه هم از این گرفته بودم، میخوام دوتا رو با هم قاطی کنم، تعداد مهمون بالا، بهشون غذا بدم که سیر بشن. ایشون یه حالت موس شکلاتوره ولی شکلات صبونه است. شکلات قاطیش پودر قهوه داره. من خیلی دوست دارم اینو ولی خیلی هم میگن که پودر قهوه زیادیه. 2 عدد تون ماهی داریم، یکیش ساردینه که من فلفلیش رو انتخاب کردم چون خیلی تون دوست دارم. اینا هم که دیگه تا خدا تاریخ دارن دیگه، مثلا اینو یادمه نگاه کردم تا سال 2027 تاریخ داشت. اینم که تون ماهی معمولیه، خیلی هم باحال و اینطوری است. بعد دیگه آره اینم مثلا تا 2026 تاریخ داره. حالا هر سری سری چیزای متفاوت هم میدم، مثلا اون سری بهمون نوشابه نداده بودم ولی این سری 2 دونه نوشابه کوچک هم دادن. یه سری چیزا رو همینطوری میندازن تو ساکت، یعنی تعدادش رو حساب نمیکنن که به نظرم باحاله. مثلا چای سیاه، امیدوارم که تیبگی باشه اینا چون تیبگش رو حس نمی‌کنم. باز کنم و انصافا آقا یه چیزی هم بگم نامردی نباشه، چیزایی که میدن اصلا بد کیفیت نیست. یعنی چیزایی که میدن واقعا همه چیزایی که تو سوپرمارکت رو شما میتونید پیدا کنید. تیبگیه این شکلیه، بیپ. همه چی واقعا با کیفیت متوسط و رو به عالیه. اینا مثلا جزو معروف ترین ماستاست این مارکه که مارک ارزونیه ولی مارک خیلی خوبیه و ماستای خیلی خوبی داره دیگه. جونم براتون بگه از اینا براتون همینطوری کلی میریزن توی کیفتون، از این بیسکویت ها و اینا دیگه. این سری بمونه این تافیا دادن، مثلا 5-6 تا بود، 2 تاش موند، همه رو خوردم، یاد تافیای مدرسه میافتادم، خیلی گوگولم. دیگه چی بگم براتون؟ دوباره از یه مدل دیگه بیسکویت، مثلا یه جور دیگه شیرینی میرینی. و قسمت بهداشتی که از قسمت بهداشتی هر سری یه چیز میتونین بردارین. مثلا اگه یه بار خمیر دندون برداشتین دیگه نمیتونین نوار بهداشتی بردارین. یا مثلا من این سری شامپوی بدن گرفتم ببینم چطوریه، مال امپریو آرمانی هم از ظاهر خیلی باید جالب باشه. نمیدونم مارکش دارم درست اسپل میکنم یا نه ولی روش نوشته ریلکسینگ شاور ژل. شاور ژل دیگه. اینو برداشتم و این صابونم به همون این سری اضافه دادم. من خیلی صابون استفاده نمی کنم، حالا نمیدونم چیکار کنم. خلاصه همین، کل خریدا همین بود. من به نظرم گهگاهی میارزه. اگه میخواین چه میدونم یه 20 یورویی سیو کنین برین یه تیشرت بخرین، یه تاپ بخرین، مثلا زورتون میاد میتونین یه هفته این کار بکنین، بعد برین اون تیشرت و تاپ و چه میدونم پلیوری که میخواین رو بخرین، کیف کنین، فکر کنین پول سیو کردین. و از طرف دیگه هم واقعا اگه هزینه زندگی براتون اینجا خیلی خیلی زیاده که کاملا به نظرم قابل درکه، این کار حتما بکنین. چیزایی که میدن خیلی خوبه، پر مصرفه ولی خب مثلا برای منی که خیلی سبزی میخورم، کاهو، نمیدونم کلم، نمیدونم کدو، بادمجون، اینا رو نمیدن اکثرا و خب من در نهایت مجبورم برای مثل خریدامو بکنم. مثلا مرغ، گوشت، ماهی، اینا رو اصلا شامل خریدایی که بهتون میکنن نیست. یعنی هر سری که شما برین همینا رو دارن، بیشتر شامل یه سری غذای آماده کنسروی، یه سری سالادای آماده است و یه سری مواد اولیه زندگی. یعنی شما دیگه فکر نکنین اگه اینجا خرید کنین دیگه لازم نیست سوپرمارکت برین. آره فکر میکنم همه مواردش رو گفتم. یه ویدیو هم دارم از صف که خیلی کوتاه همجوری میذارم، این رو یه 2 ثانیه نگاه کنین ببینین که چطوریه.
راستش نمیدونستم اوکی فیلم بگیرم یا نه، بخاطر همین خیلی کوتاه و مختصر گرفتم. بله اینطوری. همین، امیدوارم که حال کرده باشین دیگه. این یه ویدیو کوتاه بود، فقط میخواستم راجع به این موضوع یکم باهاتون حرف بزنم، نظر خودم رو بگم. حالا نظر با هم متفاوته، میتونین ویدیوی یوتیوبرهای مختلف رو ببینین، چون من خودم هم نگاه کردم دیدم خیلی نظرات متفاوتی داشتن راجع به این موضوع. و اینم در نظر بگیرین که این قسط و دکور یکی از جاهایی که میتونین غذای مجانی بگیرین و جاهای دیگه هم هست، خیریای دیگه هم هست که من راستش خیلی ازشون اطلاعی ندارم. اما اگر بخواین میتونین برین توی چنل تلگرامی که اینجا براتون تگ میکنم، برین ببینین و راجبش اطلاعات به دست بیارین دیگه. همین، بوس به کلتون، خدافظ.